سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان. ممنون که با ما همراه هستین. در ادامه روند برنامه بررسی فیلمسازهای ایرانی رسیدیم به سینمای عبدالرضا کاهانی عزیز به همراه دوست عزیزم نوید صادقی. میخوایم که این فیلمساز رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام نوید جان، خیلی خوش آمدید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که امروز صحبت خوبی در مورد سینمای عبدالرضا کاهانی و اینکه چه جوری میتونیم سینمای عبدالرضا کاهانی رو ازش یاد بگیریم صحبت خوبی داشته باشیم. خیلی عالیه. خب شروع کن ببینم که نظرتو از فیلم اول شروع کن و سبک فیلمسازیشو اینا بیایم جلو با هم و بریم جلو. آره. من میخوام اون صحبتی که بکنم حالا اول سر در مورد ایده پردازی کاهانی که برای خودم حالا شاخصه خوبیه برای روند فیلمسازی که وجود داره اینه که از فیلم اول و حالا تو بگیر تا این آخری که پخش شده ارادتمند، یک چیزی که شاخصه اصلیه و میتونه به نظرم برای خود من و اون چیزی که وجود داره کمک کننده است، ایده پردازی کاهانیه. یعنی ایده پردازی که تبدیل میشه به یک موقعیت‌ها، به یک رفتارهایی که توش همه چیز هست و رفتار شخصیتی تو موقعیت‌های مختلف که وجود داره، حالا توی هیچ، توی بیخود و بی جهت، اسب، بیست، همه چیزی که وجود داره. این در واقع با یه دکمه کت میدوزه. آره، یعنی آره دقیقاً، یعنی یه ترقه میندازه کاهانی و این ترقه است. اونی که بمب بشه این وسط چی در بیاد شخصیت‌هاست، موقعیت‌هاست که این چه اتفاقی میفته. حالا به عنوان مثال زیاد مثال داره. بی خود و بی جهت یه آدامس رو لباس عروس میتونه یه موقعیت کشف بکنه که شخصیت‌ها با این درگیر بشن، بحران ایجاد کنه. ما ابعاد لایه‌های زیری شخصیت‌ها رو ببینیم، یه چیزایی بفهمیم و جذابیتی که برام وجود داره. حالا چیزه برای تو سینمای عبدالرضا کاهانی همین ایده و رسیدن به اون مرحله پایانی فیلمشه. سعید شروع میکنه از ایدهش. حالا ایده اصل رو بریم. یک مأمور میاد دم خونه اول. من احساس میکنم، یعنی احساسی که دارم ایده همینه. یعنی ادامه بر اساس اینه که شخصیت‌ها چجوری برن جلو، این روند چجوری تشکیل بشه. میره ایده اول سر اینه. ما از ایده اولیت آخر سر به کجا میرسیم؟ یک تعداد آدم به شدت زیاد، این از این میخواد پول قرض بگیره، این از اون میخواد پول قرض بگیره. ما به واسطه این یه خطی شخصیت میبینیم، رفتار میبینیم، اجتماع میبینیم و تمامی لایه‌هایی که میتونه یک فیلم داشته باشه که من به عنوان اون کسی که نگاه میکنم بفهمم که از ایده میشه به یک فیلم خوب رسید که توش همه چیز وجود داشته باشه، عناصر سینماییش از سکانس پلانش وجود داشته باشه تو سینمای عبدالرضا کاهانی که شاخصه بی‌نظیرشه و تا بازی‌های درخشانش که این بازی‌ها از این میاد که به نظرم همش از ایده شروع میشه و موقعیتی که خلق میکنه برای کاهانی یک موقعیت و شخصیت‌ها در حول این موقعیت دچار چالش میشن و همه ابعاد انسانی یک انسان که میتونه وجود داشته باشه رو چه طنزی باشه چه هر ژانری وجود داره همه چیزشو ببینیم. حالا من نظرم در مورد شروعش برای ایده پردازی، اون چیزی که برای من جذاب اومد تو سینمای کاهانی، ایده پردازی تا رسیدن به اون مرحله ساخت و اون مرحله‌ای که ما میتونیم ببینیم و تماما عناصر سینمایی توش مشهوده. خیلی عالی. من بخوام یه نکته‌هایی راجع به آقای کاهانی بگم، به نظر من این فیلمساز در روند سینمای ایران انگار یک در واقع یه چیز لایتچسبکه توی سینمای ما. یعنی هیچ ربطی به سینمای ایران نداره این آدمه. یعنی از اولین فیلمش که از بین رفته، حالا ما یه سری خلاصه قصه و اینا خوندیم راجبش، و تا آخرین فیلمش یعنی شبیه هیچ فیلمسازی نبوده تا امروز. دقیقاً. توی بحث ابزوردیسم تو سینمای ایران یه سری اتفاقا افتاده. حالا ما اجاره نشین‌های آقای مهرجویی رو داشتیم، دایجان ناپل اون یه فضای جفنگ مدلی داشته. محمد رضا هنرمند تو دهه 70 یه سری کارهای به نظر من، یه سری تجربه‌های مرد عوضی و مومیایی 3 و یه تجربه‌های به نظر من شکست خورده داشته. ولی ما تو دهه 80 عبدالرضا کاهانی یه جوری ظهور میکنه و از سومین فیلمش به بعد یک رشد به نظرم خیلی چشمگیری ایجاد میشه و ما می‌بینیم این سبک سینماییشو پیدا کرده و اون زبانی رو که مختص این آدم است، یعنی مهر این آدم است، رو میتونیم کامل ببینیم توی سینماش. عبدالرضا کاهانی در درجه اول برای من بحران سقف رو، بحران مکان رو برای من خیلی تجلی میکنه. یعنی یک جایی برای زندگی. یعنی شما بیا از اولین فیلمش شروع کن، اولین فیلمی که موجوده دیگه، آدم، بیا جلو به آنجا که طرف میخواد بره، بیا به 20 برس که داره اون رستوران جمع میشه، همه اینها قراره آواره بشن. دوباره خود اسب طرف داره پول جور میکنه برای اجاره خونه‌اش، چون سقفش داره از بین میره.
دوباره بی خود و بی جهت همه درگیرن سر یک مکان. خیلی به نظرم این نکته مهمیه توی سینمای کاهانی و چقدر حیف که امروز نیست کاهانی. واقعا خیلی یکی از دست ما شانس اینو نداشتیم که ادامه دار باشه وجود ایشون توی سینمای ایران، متاسفانه. و چه نوابغی که رفتن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. یعنی استاد بیضایی بزرگ اونور همچنان نمیتونه کاری بکنه، فقط جز تأسف کار دیگه نمیتونه بکنه. و چقدر حیف، واقعا حیف، چقدر حیف رفتن این عزیزان. نکته مثبتی که من راجع به سینمای کاهانی میتونم بهش اشاره بکنم اون فضاسازیه. یعنی به نظرم استاد فضاسازیه. درست. فیلمساز توی مثلا اسب مثال بزنیم. اسب عملاً یک به نظرم فیلمنامه‌ای وجود نداره. عملاً یه لوپه. اینا اینجا میرن به اونجا، از اون اون نمیشه میرن به اونجا. موقعیت، شخصیت تمام. یعنی همین. هیچ کاری با تو نمیکنه و تو داری تو آخر قصه یعنی یقت هم میگیره، همراهی. یعنی مخاطب رو انقدر استادانه همراه خودش میکنه. حالا یه مصاحبه هم آقای مهران احمدی داشته که آقا همه ایده های اینا مال من بوده. حالا که درست شوخی قضیه، ولی ایده ها انقدر درجه یکه و انقدر به قول تو از هیچ به وجود. یعنی هیچ چیز عجیب و غریبی توش نیست. به یاد یه فیلی هوا میکنه، یه کار عجیب غریبی میکنه با یک ایده ساده. به قول تو یک مأموری که پول میگیره، ملت رو میچاپه، طرف داره چجوری با قصه تو رو همراه میکنه. من به نظرم کاهانی حالا جدا از اینکه جزو فیلمسازای مورد علاقه منه تو سینمای ایران، ولی بگذاریم از اینکه خیلی فیلم بد داره، یعنی از بی خود و بی جهت به این ور که به نظرم یک سقوط بوده براش، ولی 3-4 تا فیلم درجه یکی که داره میتونیم واقعا پشتش بیستیم و ببینیم که طرف مثلا میگم توی سینمای ایران همچین اتفاقی به نظرم یک اتفاق نادره و وجود یه همچین فیلمسازی برای ما خیلی به نظرم حائز اهمیته. یه چیزی که گفتی من یادم افتاد، درخشان بودن کاهانی برام اینه که حرف داره. یعنی حرف داره فیلماش و جذابیتش. حالا یه سکانسی از اسپیوان نجیبیست میگم، اون لحظه‌ای که مسته اسمش یادم رفت، حبیب رضایی آروغ میزنه و میگه اسپیوان نجیبیست. این کات میریم تا آخر تو موتور، پلان پایانی، یه پلان قبل پایانی میرن میگن که اون چی بود؟ گفت هیچ، اسپیوان نجیبیست. اینو میگه. من اون نکته‌ای که اونجا دریافت کردم از کاهانی میگه که من داستانی که میخوام تعریف کنم ما فیلمو که میبینیم همش دنبال اسمیم. این اسم از کجا در اومده؟ کاهانی میگه ببین اسمی که وجود داره زیاد چیز خاصی نیست. این در فیلم یک شاخصه‌ای پیدا میکنه که اصلا هیچ اهمیتی نداره. آروغ یک آدم مست که ازش میگه اسپیوان نجیبی. یعنی عملاً هیچ. ولی این جذابیتی که به وجود میاره کاهانی علاوه بر داستان، شخصیتایی که وجود داره، ما همیشه دوست داریم تو سینمای سرگرمی که البته سینما به نظر من شروع اصلا اون جذابیت و عنصری که وجود داره سرگرم میشه. کاهانی این رو توی اسپیوان نجیبی سالا برای من به مقصودش رسونده. به اوج رسیده. من مثلا به تک فیلمش. آره واقعا. یه سرگرمی داره که این داستان و نتیجه گیری توی داستان نیست. نتیجه گیری تو رفتار آدم هست. ما شروع که میشه این همه آدمو میشناسیم، میفهمیم این با این اختلاف داره، این دوباره یه زن گرفته، اون مسته، بعد این حالا یک مهران احمدی که یه داستانی داره، باران کوس، همه یه داستانی دارن. ما با واسطه شناختن این آدما توی این موقعیت حال میکنیم. جذابیتی که وجود داره شناخت این رفتارها توی اون موقعیتی که وجود داره. و تمام آدم‌ها که کلاً همه دیوونه‌ان، یعنی هیچ حرفش که نمیفهمه، اصلا یه فضای جفنگ عجیب غریبیه. این جذابیت، میخوام اینو بگم که جذابیتی که وجود داره، من خودم علاوه بر این که فیلمساز یه چیزی میگه توی داستان، این پولش رو جور کرد، این مدلی شد، داستان تمام شد. اون چیزی که برای من جذابه، من هم به نتیجه میرسونم. رفتار، شناخت رفتار، این اینجوری میتونه باشه، آره تو این موقعیت، تو این مشکل این اتفاق میتونه رقم بخوره. این نتیجه‌ایه که هر انسانی میتونه در کنار انسان‌های دیگه از رفتارش به یک نتیجه‌ای برسه که آره مثلا تو این اتفاقی که هست این حالت میتونه ممکن بشه. همه چیز کاهانی روی شخصیت‌ها روان، شناخته شدن، نشناسی. من دوست داریم کنارشون باشیم، یعنی اون تو اسپیوان نجیبیست ما هم دوست داریم بریم جمعشون آدمای دیگه باشیم. و آخرش یه دیالوگ طلایی دارم میگه که خوش گذشت، بعد مدت کنار هم دیگه جمع شدیم. به نظرم مقصود نهایی همینه. یعنی اگه سینما بخواد به حالت درستش برسه، همین کنار هم دیگه حال کنیم، لذت ببریم و توی اسپیوان نجیبیست ما لذت ببریم. واقعا درسته، خیلی خوب گفتی. خیلی جالب بود. یه نکته دیگه رو اضافه کنم. وقتی که به نظر من یه فیلمساز
از شهرستان اومده توی تهران و خب براش سخته که بخواد فیلم سازی بکنه و یعنی خودش رو از صفر میرسونه به جایگاهی که خب با پرویز پرستویی کار بکنه. خب این یک به نظرم هوش و ذکاوت بالایی میخواد که تو بتونی خودت رو برسونی به اون لول. بازیگردانی عبدالرضا کاهانی برای من خیلی قابل تحسینه. یعنی تو بازیگردانی که محمد کارت هم خیلی شدیداً یاد گرفته آره خیلی متأثره از کاهانی و من به نظرم بازی‌ها یعنی جنس بازی‌ها تو بیخود بی‌جهت حتی تو فیلم بد ارادتمند خیلی بازی درجه یکه، یعنی می‌بینی در اومده ما بازی بد نداریم. آره انگار این رفته تو خون کاهانی که بازی بد نمیتونم من بازیام خوبم شاید داستانم اشکال داشته ولی بازیم نه. بازی‌هایی که هست یه کار جالب جاه طلبانه دیگه‌ای که این فیلم ساز میکنه سر انتخاب بازیگره. یعنی این طرف میاد از هیچ به بعد این اتفاق میفته، میاد مثلا رضا عطاران رو میاره میگه من ازش میخوام بازی جدی بگیرم. آره توی استراحت مطلق مجید صالحی رو میاره که تو سطح پایین‌ترین کمدیای ما هست و میاد یه بازی جدی ازش میگیره، طرف جایزه مثلا دنیای تصویر رو میگیره. یا مثلا توی مثلا ارادتمند مهران غفوریان رو میاره. من به نظرم این آدمه داره یه کار عجیب غریب میکنه و میگه که داره به رخ میکشه، میگه ببین من از این آدمه باریکلا این کارو میکنم. یعنی توی اون داره یه شوخی جالبی میکنه و موفقم بوده. آره واقعا اتفاق مثبتی بوده. چیزی که وجود داره. حالا من میخوام اینو بگم انتخاب بازیگر از کجا میاد؟ این انتخاب بازیگری که چرا این بازی انقدر خوبن؟ علاوه بر نبوغ کاهانی توی بازیگردانی و اون چیزی که توی ساخت وجود داره، من اون چیزی که میخوام یاد گرفتم از اون فیلمساز، حالا اون چیزی که به دردم بخوره اینه. کاهانی توی انتخاب بازیگر، ما قبل انتخاب بازیگر توی فیلم‌ها همیشه فکر می‌کنم که این به چی فکر کرده اینجا، چه مدلیه. این برای من همیشه تو سینمای کاهانی به عنوان یک شاخصه است که این قبل از انتخاب بازیگر آدمه رو دیده، تمومه. یعنی موقعی که میره جلوی دوربین انقدر نمی‌دونم پشت صحنه‌اش فکر کنم دیده شده، حساس به حتی یک حرکت دست. یعنی این میدونه این شخصیت این حرکت دست رو انجام نمیده. یعنی بازیگر نمیتونه قصر در بره از سر اینکه این حرکت جزئی رو این مثلا اگه قرار دستش اینجوری بذاره اینجوری بذاره، اصلا نمیتونی تو سینمای کاهانی. چرا؟ چون کاهانی بازیگرا رو دیده، اصلا فیلمو دیده، تو مرحله ایده، تو مرحله فیلمنامه این اتفاق افتاده و فکر کنم یکی از دلایلی که من احساس میکنم انتخاب بازیگرش درسته همین نبوغ تو فیلمنامه و حالا قبل از فیلمنامه، حالا تو شناخت فیلمنامه، همین اون چیزایی که عناصری که وجود داره و احساس میکنم عناصر سینمایی هم که توی اصلا سکانس پلاناش که دقت بکنین جای دوربین و اون حرکت‌هایی که اتفاق میفته بر حسب فضا و آدم‌هاشن. یعنی فضا و آدم‌هایی که وجود داره، یعنی مدلی نیست که مثلا بگیم که آقا دوربین اینجاست حالا ببینیم بازیگر کجاست. باریکلا. نه، بازیگر کجاست، فضا چجوری، حالا دوربین اینجا وای، تو باید اینجا وایسی. احساس میکنم، من احساسم اینجوریه، شاید احساس اشتباهی داشته باشم، ولی اون چیزی که احساس میکنم این بازی رو هم شاخص میکنه همین فضا سازیه که خیلی کمک میکنه به اینکه بازی‌ها درست در بیاد، بازیگردانی درست باشه و یک پکیج کاملی از فضا، شخصیت، بازیگردانی و همه این چیزایی که میتونه وجود داشته باشه، به خصوص تو فیلم اسپیوان نجیبی که شاخصه مهم بشه و به اوج رسیده. آره واقعا. و احساس میکنم استراحت مطلق، حالا به نظر شخصی منه، با اینکه فیلم داستان برخلاف فیلم‌های بقیه کاهانی یکم داستانش زیاده دیگه. آره. داستان بیشتر داستان میگه. احساس میکنم هر موقع با اینکه مثلا فیلمساز تا هر شرایطی حق داره هر کاری بکنه. بله. دستش بازه و من هم شاید تو اون لحظه بودم همون کار رو میکردم و این رو نمیشه به قول معروف گرفت که کار محدودش کرد. درست یا اشتباهی بوده، اصلا نمیشه این رو گفت. ولی توی وقتی استراحت مطلق رو نگاه میکنم شاید برای مثلا نگاه که میکنن جذاب باشه داستانش، ولی من میگم کاهانی نیستیم، یکم کاهانی نداره، کمه کاهانیش. ولی کرده این کاهانی که وجود داره تو استراحت مطلق انگار یکم داستان اضافه شده، اون مزه‌ای که به میده مثلا توی هیچ یا مثلا تو 20 اینجا یکم اون مزه کم رنگه. یه همچین احساسی دارم. یه نکته‌ای به ذهنم رسیدم بگم جالبه راجع به همون داستانی که میگی خیلی مسلطه به فیلم نامش و آدما رو دیده. تروفو توی کتاب هیچکاک تروفو بهش میگه که تو مصاحبه طولانیش با هیچکاک میگه که چه جوریه که این دکوپاژ آهنینی که تو داری و میای سر صحنه این اینجا بگیریم، همه چیز رو میدونی، داستانش چیه؟ میگه من فیلمی که ساختم و همه رو دیدم، میسازم که بقیه ببینن. خیلی جمله درجه یکی از یه فیلمساز بزرگ.
دیگه نکته چیزی یه نکته خیلی جالب من بگم. ما تو سینما ایران هر کی هر کاری میکنه سریع مقلدی، یه تایمی همه دنبال فرهادی بودن، حالا یه تایمی همه دنبال روستایی ان، طرف همه فیلم‌ها بدبختن بیچاره‌ن. فرهادی کاهانی توی یکی از فیلم‌هاش که مثلا میادش تو مثلا اسب مثال میاد تو هر فیلمی که نوآوری جالب میکنه. من مثال اسبو بزنم چون خیلی دوستش دارم، 2000 بار دیدمش. میاد مثلا صدای اتاق خوابو ما داریم، پانتا بهرام تو اتاق خوابه ما صداشو داریم. یعنی این کار به نظرم خیلی هوشمندانه است، یعنی فرار از سانسور به بعد هوشمندانه، یعنی لوس نیست. و بعدش تو میبینی صدای اتاق خواب توی اکثر فیلم‌ها میاد و تو میگی بابا دیگه بس دیگه، اون یه باره قشنگ بود. میدونی من به نظرم با سانسور هم شوخی میکنه. توی 20 لحظه تالار عروسی مردم میرقصن، وارد میشیم، میچرخیم، میرسیم جلو در زنونه میمونیم. همین کافیه برای گذر از این مرحله و چقدر درخش، کار زیاد چیزی نیست. میخوام این رو بگم، کاهانی رهاست. اون چیزی که وجود داره توی سینماش و احساس میکنم شاخصش کرده رها بودنشه. یعنی خودش رو قید و بند، زیاد قید و بند این قرار نمیده که با اینجا باید این کارو بکنیم، باید این کارو بکنیم، چون سانسوره این کارو بکنیم. نه، رها میکنه، میبینه که شخصیت چی میگه، فضا چی میگه، یه کاری میکنه که نبوغه و اون نبوغه از درونش میاد. این درونش اومدن موزم رها بودن ذهنش و شخصیت‌هایی که میسازه همه چیز رهاست و به قول معروف چیز محصوری نداره شخصیتاش. من همچی برداشت دارم، شخصیت محصور نداره توی فیلماش. عالی. یعنی شخصیتی که خود شخصیت هم خودش رو سانسور نمیکنن. یعنی شخصیت که موقعی که حرف میزنه احساس میکنم یه همچین مدلیه. توی اسب هیچ کدوم از شخصیت‌ها رو ما سانسور شده نمیبینیم. مست میبینیم، تمامی ابعاد حرفای مست قاطی میکنه، میگه، میخنده. اون چیزایی که ساختار شکنن، نشون دادن مهران احمدی تو اون برهه بالاخره کار واقعا بزرگی بود دیگه. اون فضای کار رو انجام میده با رعایت چیزهایی که وجود داره، سانسورهایی که وجود داره و به حالت نبوغانه‌ای که تو میگی اتفاق میفته. آره. خب بحث رو ببندیم همینجا، بریم برای برنامه در واقع یه میز دیگه بذاریم و راجع به فیلم به فیلم راجع به عبدالرضا کاهانی صحبت کنیم. ممنونیم. هر دفعه یه جا اتفاق میفته. خوب نبود. خوب بود. بریم یکی دیگه سر. خودم بیام ببندم خیابونو. به اون بگو ماشین نباید بفرسته، نگاه میکنم. خب اینجا تو اون پیداست. نه بخوام به ترسیم میکنم به خدا. شما برو آموزش ترکی، اونا دوتایی از ترکیه به تو زنگ میزنن رو کشتی. اونا بدن بد راه میرن، مثل انسان راه نمیرن اون بک.